سلام خدمت همه دخترای عزیز عصر جدید مامایی. امیدوارم حالتون عالی باشه. بنده ذوالفقاری هستم، لیدر درس بارداری و داخلی در آکادمی عصر جدید مامایی. بریم با هم یه نمونه تدریس کوتاه از بخشی از مانورهای دیستوشی ببینیم. پس اولین چیز اینه که ما درخواست کمک بکنیم، هلپ بگیریم. دومین کاری که میکنیم یعنی اولین مانور ما میشه مانور مکروبرت. توی مانور مکروبرت چه اتفاقی میفته؟ ما لگ هایپرفلکس رو داریم. یعنی چی؟ الان بهتون نشون میدم. توی مانور مکروبرت یعنی اینکه ما از مادر میخوایم، حالا یا از اون مامایی که اومده کمک ما، یا از مادر میخوایم که پاهای مادر رو فلکس کنه، هایپر فلکس کنه روی شکمش. این حالت که میبینید پاهاشو بگیره جمع کنه. اگر شما کمک دارید که چه بهتر، قراره که حالا کمکش بده، مانورها رو انجام بده، پاهای مادر هایپر فلکس کنه. اگر ندارید بهترین راه اینه که مادر بگید دستشو بذاره زیر رونش، از اینجای رون پاش بگیره و پاهاشو توی شکمش خم بکنه. توی مانور مکروبرت چه اتفاقی میافته؟ ببینید اینجا رو. در مانور مکروبرت اینجا رو ببین، این ساکرومه، این مهره های کمریه. در مانور مکروبرت وقتی که مادر پاهاشو رو توی شکمش جمع میکنه، ببین ساکروم نسبت به مهره های کمری صاف شده و سنفیز هم زاویهش تغییر کرده. کلا زاویه انحراف لگن تغییر میکنه و باعث میشه که جنین راحت‌تر خروج پیدا کنه. علاوه بر این که ما توی مانور مکروبرت قراره که هایپرفلکس بشه پاهای مادر، کار دیگه ای که میکنیم سوپراپوبیک پرشر هستش. پس فشار سوپراپوبیک هم باید انجام بشه. پس مانور مکروبرت میشه ادغام این دوتا، یعنی هایپرفلکس شدن پاهای مادر و اینجا هست و فشار سوپراپوبیک که ما در واقع بالای سنفیز پوبیس میدیم. بچه‌ها برای فشار سوپراپوبیک شما باید از پاشنه دستتون استفاده کنید، یا اینکه 4 تا انگشتتون رو جمع بکنید و بالای در واقع سنفیز پوبیس رو کاملا فشار بدید. قدم بعدی که قرار اتفاق بیفته، طبق تکست ما قراره که ما بریم مانور زایمان شانه خلفی رو انجام بدیم. اما همونطور که دیشب هم بهتون گفتم، بعضی جاها توی بالین میان اول مانور روبین رو میرن و بعد میرن سراغ مانور زایمان شانه خلفی. حالا بریم با هم دیگه مانور روبین رو ببینیم. خب از اونجایی که قراره ما توی مانور روبین، یعنی هدف مانور روبین این هستش که ما در واقع قطر بیس آکرومیال رو کاهش بدیم، اینجا براتون آناتومی شانه رو گذاشتم. ببینید این همون استخوان اسکاپولا هستش که کتف ماه، این استخوان کلابیکول هستش که تو بعضی از دیستوشی ها ممکنه بشکنه و این آکرومیونه. توی مانور روبین ما قراره قطر بین این آکرومیون و آکرومیون کناریش که بهش اصطلاحاً میگیم قطر بیس آکرومیال رو کاهش بدیم. چجوری؟ ماما دستش رو میذاره روی شانه نوزاد و اون رو به سمت قفسه سینه شونش رو فشار میده. خب وقتی شما فکر کن دستتو بذاری شونت رو برگردی روی قفسه سینه فشار بدی، این باعث میشه که قطر بیس آکرومیال کاهش پیدا بکنه. حالا بریم با همدیگه مانور روبین رو ببینیم. توی مانور روبین اتفاقی که میفته، تکست گفته شما دستتون رو ببرین سمت شانه‌ای که در دسترس داره. یعنی اینجا برای شما مشخص نکرده که شانه خلفی یا شانه قدامی، گفته شانه‌ای که برای شما در دسترس داره بگیرید و به سمت قفسه سینه فشار بدید. حالا اینجا ماما براش راحت تر بوده که شانه خلفی رو بگیره، چرا که شانه قدامی قشنگ زیر سنفیز گیر افتاده. از کجا فهمیدم شانه خلفی؟ از اینجایی که شانه هستش که به ساکروم نزدیک‌تر، بنابراین شانه خلفی رو گرفته و روی در واقع قفسه سینه فشار داده و کم کم کمک میکنه به چرخش جنین و کاهش قطر بیس آکرومیال که باعث ابدکشن شانه خلفیش هم میشه. یعنی در واقع این باعث در واقع باز شدن اون شانه اون طرف دیگه، چون حالا تو کتاب منظورش این بوده که شانه قدامی رو بگید، میگه ابدکشن شانه خلفی. خب شما در اینجا شاهد بخش کوچیکی از ویدیو امداد فصل 8 بارداری یعنی زایمان واژینال بودین.
و قراره که در عصر جدید مامایی شما فصلهای بالینی رو به همین زیبایی مشاهده بفرمایید و اون کتابی که اسمش رو ما گذاشتیم ویلیامز رو قورت بده واقعا باعث بشه که شما درس بارداری رو قورت بدین. امیدوارم که موفق باشید.